در موج برنامه اطلاعاتی خبر. مقامات تاجیکستان از برداشت 800,000 تن کارتوشکا اعلام کرد. رکورد: خوانندگان تاجیک 87 مدال گرفتند. باز زمین جنبی خاروغ را زمین لرزه تکان داد. زنش را زد. بازداشت شوهر برای لطوکوبی همسر در ناحیه همدانی. دانشمند و خاکسار، قامت بلند و سربلند، مرگ نابهنگامی دیپلمات تاجیک. با شرح پوره خبرها با شما هستم مهندس اتملویوا. سلام. در جمهوری تاجیکستان تا اولهای ماه نوامبر سال روان 800,000 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است. با نقل از سامانه اوستا این مقدار کارتوشکا برداشته شده در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نزدیک به 58,000 تن بیشتر است. کارتوشکا پس از آرد گندم دومین محصول در سبد غذایی خانواده‌های تاجیکستان میباشد. با گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان، اهالی کشور هر سال با 1,200,000 تن کارتوشکا نیاز دارد که تأمین همه این مقدار از حساب تولید داخلی غیر ممکن است. با وجود تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای افزایش میدان کشت تولید کارتوشکا در 10 سال اخیر تنها 50,000 تن افزایش یافته است. قبلا تاجیکستان برای برآورده ساختن نیازهای تاجیکستان از افغانستان، پاکستان و تا حد از روسیه کارتوشکا وارد می‌کرد، اما امسال به دلیل پهن شدن ویروس کرونا و بسته شدن مرزها واردات کاهش یافت و نرخ‌ها بالا رفت. در ماه اکتبر قیمت 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان 2.5 سومانی بود که اکنون به 3.5 سومانی رسیده است. در تایلند المپیادا برگزار گردید که در آن زیاد از 1500 نفر خواننده از 22 کشور دنیا از جمله تاجیکستان اشتراک کردند. تاجیکستان را در المپیادای بین المللی میت چالش 2020 137 خواننده از 10 مؤسسه تحصیلات عمومی کشور نمایندگی کرده سزاوار 87 جای افتخاری، 36 مدال طلا، 31 مدال نقره و 20 مدال برنجی گردیدند. باید گفت که در المپیادا از 22 کشور دنیا از جمله تاجیکستان، آمریکا، انگلیا، قزاقستان، ویتنام، ترکیه، مولدووا، رومانیا، نیگریا، منگولیا، افغانستان، ایران، عراق، اندونزیا، گرجستان، مصر، کانادا و بنگلادش شرکت نمودند. در تاجیکستان زمین جنبی 4.6 بالی به قید گرفته شد. خبر می‌دهد مرکز زلزله سنجی اروپا و بحر میانه زمین. زمین لرزه شام 8 نوامبر ساعت 7:19 دقیقه با وقت محلی در شقوره 138 کیلومتر رخ داده است. بنا به گزارش منبع، مرکز زمین جنبی 41 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خروغ جایگیر بوده است. این زمین لرزه را در مناطق مرزی افغانستان از جمله قندوز نیز احساس کردند. طبق اطلاعات کنون به دست رسیده در پی این حادثه طبیعی جان یا مال کسی آسیب ندیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است که در ناحیه همدانی مردی برای لطوکوبی همسرش دستگیر شده است. بنابر اطلاع منبع، مرد ساکن ناحیه همدانی 37 ساله با همسرش جنجال کرده لطوکوب نموده است. در نتیجه به زن ضرری وزنی جسمانی رسانیده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که سال 27 اکتبر سال جاری تقریباً ساعت‌های 17 مرد 37 ساله ساکن جمعیت دهاتی دشت گل‌های ناحیه همدانی در منزل استقامتیش با همسرش زنی 32 ساله جنگ و جنجال کرده او را زیر لطوکوب قرار داده است. توضیح می‌دهد منبع. موافق سند سودی طبی جراحت‌های برداشته جبر دیده ضرری وزنین به سلامتی منسوب می‌شود. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. پرویز اساس‌زاده، دیپلمات، کارمند سفارت تاجیکستان در ترکمنستان و فرزند خدانظر اساس‌زاده، دانشمند شناخته تاجیک در سن 53 سالگی وفات کرد. یکی از پیوندان مرحوم به اسپوتنیک تاجیکستان گفت پرویز اساس‌زاده وقت‌های آخر از مریضی سیروز جگر رنج می‌برد و اولی ماه روان مریضی‌اش خروج کرده او را از اشقاباد به دوشنبه انتقال دادند.
дар институти гастроэнтерологии тоҷикистон маъруф ба клиникаи мансуруф бистарӣ кардем, аммо маризӣ шиддат гирифт ва бегоҳии санаи 8 ноябр аз олам чашм пӯшид, гуфт ӯ. кормандони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар сафҳаи фейсбуки ин ниҳод бо пахши як барқаи таслият ба наздикону пайвандони Парвиз Асосзода аз хабари даргузашти нобаҳангоми ин дипломати собиқадор амиқан изҳори андӯҳ карданд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таънисиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.